در رابطه با سرکه سی پرسیده بودیم دوستان. تحقیقات جامعی صورت نگرفته و مستند علمی وجود نداره که ما بخوایم بهش تکیه کنیم که سرکه سی باعث کاهش وزن میشه. چیزی که میتونیم در موردش بگیم یا بهش نسبت بدیم اینه که ممکنه که تا حدودی باعث کاهش اشتهاتون بشه که اون کاهش اشتها سر صداه خب که این کاهش اشتهاتون در واقع منجر به کسر کالری میشه و وقتی کالری دریافتی شما کمتر بشه منجر به کاهش وزنتون میشه. اما چیزی که باید بگیم اینه که تو طولانی مدت استفاده نکنین، مشکلات گوارشی براتون ایجاد میکنه و اینکه حتما تو غلظت‌های پایین سعی کنین استفادهش بکنین. و خب برای کاهش اشتهاتون میتونین روش بهتری داشته باشین. صبحانه‌ای که میخواین شروع بکنین تو اول روز سعی کنین از مواد خوراکی چرب و کرب و شیرین مخصوصا که حالا سبک صبحانه ما بیشتر به اون سمته پرهیز بکنین. پروتئین ها رو جایگزین بکنین، فیبر رو جایگزین بکنین که سیری طولانی مدتی تو طول روز بهتون بده و خب این باعث کاهش اشتهاتون میشه. علاوه بر این که مواد مغذی مفیدتری به بدنتون رسیده و سلامت بدنتون رو تضمین میکنه در کنارش. موفق باشین.